هیچ کس بهت نمیگه که وقتی دختر میخواد رفیقش رو سر قرار بیاره تو باید چی کار بکنی. من مستر وینگمن هستم و توی این آموزش قراره به این سوالات پاسخ بدیم. اکثریت آدما سرشون با تهشون پنالتی میزنن و هیچ وقت فرصت یادگیری هیچ چیزی رو به دست نمیارن. ولی الان که داری این آموزش رو میبینی معنیش اینه که ما جزو اونا نیستیم، چون که من تمام تلاشم رو کردم که یک مدرس حرفه‌ای باشم. پس تو هم یک یادگیرنده حرفه‌ای باش و تا آخر این ویدیو رو ببین. در قسمت 6 از آموزش قرار اول ما میخوایم به این مسئله قدیمی اشاره کنیم که هر وقت ما با دختری آشنا میشیم یه دوستی داریم که بهمون میگه رفیقشم واسه من جور کن. و اینکه اصلا رفیقش رو جور بکنیم جور نکنیم، دوستمون رو ببریم، دختر دوست خودش رو سر قرار بیاره یا نه. قبل از هر چیز اجازه بدید بنده عذرخواهی بکنم که این پاورپوینت این قسمت عکس نداره، چون هر چقدر گشتم نتونستم عکسی که مناسب محتوای آموزشی این قسمت باشه پیدا بکنم. خب بیاییم به این مسئله بررسی کنیم که ما دوست خودمون رو ببریم یا نبریم. جوابش خیلی ساده است. ما به هیچ عنوان دوست خودمون رو نمیبریم. چون که ما دوست خودمون رو ببریم 3 حالت ممکنه پیش بیاد. بهترین حالت اینه که دوست ما نسبت به ما پسر دختر پسند تریه. این تازه بهترین حالتش. تو اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که اینجا میفته اینه که دختر بیشتر از اینکه از ما خوشش بیاد از رفیق ما خوشش میاد. و اینجا چیزی که اتفاق میفته اینه که یا ما ارتباطمون با اون دختر به هم میریزه یا ارتباطمون با رفیقمون به هم میریزه. و این تازه بهترین حالتی که میتونه رخ بده. پس خیلی هم اتفاق خوبی نیست. و بذاریم که بیخیالش بشه. اتفاق بد اینه که رفیق ما از ما بدتره و ما نسبت به رفیقمون آدم دختر پسند تری هست. حرفی که یه اینجا میزنن چیه؟ میگن که این که خوبه مستر وینگمن، ما رفیقمون رو میبریم، از ما بدتره، ما بهتر دیده میشیم، این خوبه. چیزی که شما نگاه نمی کنید اینه که شما بر اساس اطرافیانتون هم قضاوت میشید و دختر اگه ببینه که شما یه آدم به درد نخور برداشتید سر قرار آوردید میگه این دیگه چه آدمی که بهترین رفیقی که داشت بیاره اینه. پس گفتیم رفیق پسرمون چه از ما دختر پسند تر باشه چه از ما دختر پسند تر نباشه ما چیزی برای به دست آوردن نداریم. یه حالت هم داریم که افتضاحه. اون حالت افتضاح اینه که قرار خوب پیش میره، گفتگوها خوب پیش میره، ما میخوایم صمیمی بشیم، ولی چون که رفیق پسرمون آوردیم نمیتونیم. چون که دختر نمیتونه حریم خصوصیش رو جلوی رفیق پسر ما باز بکنه، یه سنگ‌اندازی هم جلوی پای خودمون کردیم. پس به هیچ عنوان ما رفیقمون رو سر قرار اول نمیبریم. حالا دختر چی؟ دختر اگه گفتش که من رفیقمو میخوام بیارم، راحت تر راهی که شما مخالفت مستقیم بکنید و اگر بگید که نه میخوام خودم و خودت باشه. حالا یه سری دختران جو مقاومت میکنن، میگن که حالا اشکال نداره من رفیقمو میارم تو هم رفیقتو بیار. شما همچنان اولویتتون با مخالفت کردنه، چون که قرار 2 نفره مختص شماست و شما نیاز دارید که با دختر فقط و فقط با دختر باشید تا بتونید اون کارهایی که میخواید رو جلو ببرید. و اینکه دختر رفیقش رو بیاره شما هم رفیقتون رو بیارید دیگه عملاً قرار اول نیست، یه دوره همی گروهیه. حالا شما یه مخالفت ساده میکنید، چه خبره بابا مگه میخوایم گل کوچیک بازی کنیم؟ و اینجا بستگی داره. شما میتونید که به مخالفتتون ادامه بدید، اگه دیدید نشد میتونید این گزینه رو داشته باشید که با فعالیت گروهی موافقت کنید. ایده بدی نیست. ولی یه جایی هست که شما میخواید رابطه رو سریع جلو ببرید، چون اگه شما قرار اولت رو به فعالیت گروهی تبدیل کنی میتونی جذابیت خودت رو افزایش بدی، میتونی تجربه لذت بخش خلق بکنی،
ولی مشکلی که خواهی داشت اینه که اونقدری که میخوای به عنوان قرار اول جلو نمیره و یه مقدار کار طولانی تر میشه. ولی اگه مشکلی با این مسئله نداری که ورود به رابطه یک کمی طولانی تر بشه، اشکال نداره و میتونی فعالیت گروهی بکنی. منتها اگه میخواید که سریعتر جلو برید و چاره‌ای هم ندارید، دختر رفیقش رو آورد، دیگه راه در روی وجود نداره، شما میرید سر یه قراری که دختر هست و شما هم هستید. وقتی که دختر رفیقش رو میاره، شما باید به رفیق دختر هم احترام بگذارید. فراموش نکنید که رفیق صمیمیه دختر نقش بسیار کلیدی در دیدگاه اون دختر به شما داره و اگر که تایید اون رو نداشته باشید، احتمالاً هیچ وقت با اون دختر وارد رابطه نخواهید شد. پس به دختر هم احترام بگذارید، به رفیقش هم احترام بگذارید. قسمت سخت و یکم پیچیده قضیه اینه که به هر دوی اونها باید به یک اندازه احترام بگذارید. چرا؟ چون که اگه به دختر بیشتر از رفیقش احترام بذارید، رفیقش احساس خوبی نخواهد داشت. اگر که به رفیق دختر بیشتر از دختر احترام بگذارید، دختر احساس خوبی نخواهد داشت. پس احترام بگذارید و واضحه که وقتی میگیم احترام بگذارید، همون رویه‌های قبلی که گفتیم هم برقراره. یعنی از ظاهر رفیقش هم تعریف نمی کنید، شوخی‌های بی پرده یا شوخی جنسی هم نمی کنید. در انتهای قرار هم برای اینکه وقت شک و شبهه‌ای پیش نیاد، اول رفیق دختر رو میرسونید، بعدش هم خود دختر رو، حتی اگه مسیرتون دور بشه. این قضیه مثل همون حمل و نقل. توی حالت حمل و نقل یه حالتی بودش که شما ماشین نداشتید. اگه شما ماشین نداشتید و میخواستید دختر رو برسونید، اسنپ 2 مقصده میگرفتید و اول هم دختر رو میرسوندید ولو اینکه مسیر خودتون دور بشه. اینجا اول رفیق دختر رو میرسونید، بعد خود دختر رو، مگر اینکه واقعا فشار زمانی باشه و از طرف اونها اصراری پیش بیاد. حالا چرا دختر رفیقش رو میاره؟ یه سری دختر هستن که زیادی رو حرف رفیقشون حساب باز میکنن، یا که واقعا میترسن و میخوان که رفیقشون هم باشه. اگه دختر گفت آقا من میترسم، من استرس دارم، جواب اشتباه چیه؟ جواب اشتباه اینه که نترس بابا، کاری ندارم که اوکیه، من یادم بیازارم. اتفاقا شما اینجا ترس دختر رو بیشتر تحریک میکنید. جواب درست چیه؟ جواب درست اینه که حق داری، حقیقتش منم میترسم، کاملا ممکنه توی قاتل زنجیره‌ای باشی. متوجهید اینجا چه اتفاقی افتادش دیگه؟ تا قبلش پیش‌فرض عادی جامعه حاکم بود که دختره میره بیرون، پسر بهش تجاوز میکنه، یه بلای سرش میره. ولی شما اینجا جایگاهاتون رو عوض کردید. شما اینجا دختر رو در جایگاه خطرناک قرار دادید و اینجوریه که دختر متوجه میشه واقعا ترسی وجود نداره. اگه الان داری صدای من رو میشنوی، واقعا دمت گرم، چون کمتر از 10% آدم‌ها اونقدر برای اصلاح و تغییر زندگیشون جدی هستن که حاضر باشن حتی یه آموزش کوتاه رو تا آخر تماشا کنن. الان تو اثبات کردی که با اون 90% که صرفا کارشون قُر زدن خیلی فرق داری و به خاطر اینکه برای یادگیریت وقت گذاشتی ازت ممنون. حالا که این آموزش رو تا اینجا دیدی، پس برات مفید بود. برای اینکه آموزش‌های بعدیم رو ببینی، به کانالم سابسکرایب کن و هر سوالی که داری توی کامنت ها بپرس تا بهت جواب بدم.